این دیپلماسی غیرت نداره؟ شعور داره. نمیتونه ببینه با یه حرکت کودکانه چهره کشور تو عرصه بین الملل لطمه ببینه. بی‌فهمی. این چهره‌ای که میگی وقتی لطمه میبینه که مملکتت روی نفت خوابیده باشه و مرد خونه مجبور شه واسه شکم زن و بچهش کلیه‌شو بفروشه، وقتی لطمه میبینی که به 2 تا نوجوان ایرانی توی عربستان تجاوز کنن تو باز التماسشو کنی که اجازه بهت بدن حاجی بفرستی تا پول گیرت بیاد، وقتی لطمه میبینه که امثال ناصر احتشام جیم این جماعت رو غارت کنن و با گردن کلوف راه برن و خط و نشون بکشن، وقتی لطمه میبینه یه مست انگلیسی به ناموست بی حرمتی کنه تو با بند و تشریفات بیای دلجویی. به خاطر منافع ملی. اگه راست میگین جلو غارت داخلی ها رو بگیرین، والله نیازی به قاتلی چیه خارجیانی.